نام داستان هویت گم شده. نویسنده و راوی ویدا. پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. داربست زنها مشغول پیچ و مهره کردن میله های داربست برای هیئت‌های عزاداری هستند. بعد از آن پارچه های سیاه روی این داربست ها کشیده می شود. دور تا دور داربست ها مزین از بیرق‌هایی با نام های امامان شیعه می شود. بلندگوها با صدای با حداکثر توان آهنگ های مذهبی را پخش می کنند. سماورهای بزرگ به همراه قوری و چای در گوشه های موکب قرار می گیرند و حجم زیادی از لیوان های یک بار مصرف کنارشان. رفته رفته مردم سیاه پوش می شوند و بعضی از آقایان دیگر دستی به سر و روی خود نمی کشند و ریشهایشان را نمی تراشند. یکی در میان از اتومبیل ها صدای مداحان به گوش می رسد که هر کدام نوحه‌ای به سبک خود می خواند. هرچه به روز 9 و 10 محرم نزدیک می شویم، صدای دسته های عزاداری از هر گوشه شهر بیشتر و واضح تر به گوش می رسد. طبل‌ها هرچه بزرگتر افتخارش برای طبال بیشتر. کودکان زنجیر به دست کنار پدر و مادر خود برای تماشای دسته ها می ایستند. عده‌ای مشغول پخش چای هستند و مردم برای این چای شفابخش سر و دست می شکنند. به ناگاه کف زمین سطل زباله‌ای می شود برای قبول این حجم از لیوان. دختران و پسرهای عاشق یک تیر و 2 نشان می کنند. هم برای تماشای عزاداری می آیند تا از ثوابش بی نصیب نمانند، هم دلی از عزا برای خیابانگردی بیگیرهای سپیچ خانواده ها در می آورند. و هر یک در این دسته ها به مراد دل خود می رسند و حاجت روا با به دست آوردن یار شفیقی برای خود دست پر به همراه قیمه نظری آخر شب به خانه باز می گردند. روز 9 و 10 محرم به مثال جشن بالماسکه می ماند. همه در فکر به نمایش گذاشتن میزان ارادت خود به مولایشان هستند و هر که هرچه از دستشان برای خدمتگزاری بر بیاید می کند. حتی اگر از راه ناصواب باشد. مثلا هستند کسانی که با بخشی از پول نزول گاوی در مقابل دسته عزاداری قربانی می کنند و گوشتش را تقدیم عزاداران حسینی. و یا در بهترین رستوران شهر سلف سرویس به عزاداران می دهند. البته کم نیستند سینه چاکان بیریای حسینی که با پول پسنداز مستمری دولت شیر و کیکی به اندازه وسعشان پیشکش عزاداران می کنند. و از حق نگذشته عزاداران کم لطفی نمی کنند و به جای یک دست 2 دستی با تمام توان به این شیر و کیک ها حمله ور می شوند تا صاحب این نظری از ثواب جا نماند. ظهر روز عاشورا که می رسد شیر داستانمان به دل صحنه می زند و خاک بر سر می ریزد. شاید دارد از حماقت این جماعت نعره می زند. مردم هم که گرد این نمایش هر سال جمع شدند با نعره شیر اشک می ریزند و بر سینه هایشان کوبیده وای حسینم سر می دهند. مثل همیشه یک کودک شیرخواره بینوا که اسیر جهل پدر و مادرش شده زیر دست شمر خون گریه می کند و چشمایش از ترس کم مانده از حدقه بیرون بزند. صدای فریادهای شمر گوش فلک را کر می کند. دیگر چه می توان از حال گوش آن طفل معصوم گفت؟ اما مردمی که در خیالشان تصویر ظهر عاشورا را زنده کردند جز شیون و زاری کاری نمی کنند. تا آنکه تمام شدن آن سکانس کودک را نجات می دهد. اذان ظهر به گوش می رسد و مردم که از نماز اول وقت مولایشان تعریف می کنند همچنان حواس جمع مشغول تماشای لحظه های پایانی نمایش هستند و با بریده شدن گلوی حسین به دست شمر سرخپوش سر کیسه ها را شل کرده و جانماز حسینشان را از پولهای نظری پر برکت می سازند. بعد از آن که حسین و شمر جانماز را به کمک هم جمع می کنند و تا سال بعد و شروع دوباره نمایش به پشت صحنه می روند، مردم کم کم برای چرت بعد از ظهر راهی خانه هایشان می شوند. تا 40 روز دیگر
هوای شهر حسینی است. روز 41 رنگ لباس ها عوض می شود. همچون رنگ مردم. صدای تتلو و شادمر صدای مداحان را خفه کرده و از ماشین ها پخش می شوند. اسباب بازی ها جای زنجیرها را در دست کودکان می گیرند و دختر و پسرها محتاط تر به دل شهر می زنند. و دیگر چای که هیچ، آب مجانی هم گیرت نمی آید. دستهای برخی از معلوم الحال ها به جای سینه زنی به جیب زنی روی می آورند و تصویر تکه نان شب دوباره در خیال مردم شهر رنگ می گیرد. در هر گوشه شهر ضیافتی برپاست و کودکان کار مهمان سطل‌های زباله می شوند. مأموران ارشاد دختران شهر را به باد کتک می گیرند. صدای اذان سحرگاهان خبر از بر سر دار رفتن انسانی را می دهد. گرانی ها چون اسب تازی افسار گسیخته و امیدها را چون شمشیر بران عرب گردن می زند. هوای شهر که رو به گرمی می رود، آب هم گاه و بیگاه مثل برق بر روی مردم قطع می شود. بی آبی و گرما عجیب هوای کربلا را تداعی می کنند و مردم طبق عادت دیرینه سلام بر تشنه لب کربلا می فرستند و لعن و نفرینش هم می رسد بر یزید. در هر گوشه شهر مردم نجوای مظلومیت سر می دهند و به دنبال ناجی در آسمان ها می گردند. دست یاری از خدای حسین می طلبند. البته گاه و بیگاه لشکریان معترض به دل صحنه می زنند و عدالت را فریاد می کنند. ولی خیلی زود به فرمان یزید سینه هایشان مورد اصابت تیرهای جنگی قرار می گیرد و در آغوش برادر جان می دهند. فریادها در گلو با تیر هرمله خفه می شود. خاک شهر بوی خون می گیرد و چشمها در راه به انتظار آمدن مختاری است برای گرفتن انتقام. هر ماه این شهر محرمی می شود و هر روز آن عاشورایی. بعد از آرام شدن طوفان‌ها، داربست‌زن‌ها دوباره مشغول زدن داربست می شوند و بعد از آن پارچه‌های برزنتی رویشان کشیده می شود. غرفه‌های کتاب شکل می گیرند. یک دفعه حجم وسیعی از کتاب‌های مذهبی روی هم انباشته می شود. از صحیفه سجادیه گرفته تا بیانات مقام معظم رهبری در باب حجاب و عفاف و کتاب در کربلا چه گذشت.